سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. این ویدیو اولین ویدیو از چنل یوتیوب سونف کرف هستش. ما امروز میخوایم یه کار برای خونه انجام بدیم و زنگ در میخوایم بسازیم. پس لایک ویدیو و کامنت گذاشتن فراموش نشه و سابسکرایب هم بکنید. خب بریم برای بیلدمون. خب ما اول اینجا رو شما مثل من میکنید، بعد میان پایین اینجا رو میکنید و با اینجا یه بلاک گلد اینجا و اینجا میذاریم. حالا نوت بلاک اینجا و اینجا هم میذاریم. وقتی این نوت بلاک رو گذاشتیم باید اینجا رو کندیم گلس بذاریم. حالا اینجا هم کندیم، باید یه دونه ردستون بذاریم. حالا انجام میدیم. اینجا باید یه دونه ردستون ریپیتر بذارید، بعد اینو بذارید روی سش، یعنی تا آخر باشه این چیزش. حالا اینجا که ردستون گذاشتیم اینجا میذاریم، اینجا میذاریم، اینجا و اینجا و اینجا و اینجا. و وقتی این کارا رو کردین 3 بار روی این کلیک میکنین، میاین بالا و هر بلاکی که دوست داشتید اینجا رو میپوشونید و نیاز به یه دکمه هم داریم. دکمه رو میذارید و بچه‌ها و اینم از زنگ در ما. اگر خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید و به چنل یوتیوب ما خوش اومدید و حتما فراموشتون نشه کانال کوشک کرافت 12 هم لایک و ساب کنید. خب دوستان تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدار.